قهرمان فیلمی ایرانی به نویسندگی و کارگردانی آقای اصغر فرهادی که تو سال 1400 منتشر شده. سلام چطورین؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. من آرزو هستم و امروز همونجوری که بهش اشاره کردم راجع به فیلم سینمایی قهرمان به کارگردانی آقای اصغر فرهادی صحبت کنیم. داستان فیلم سینمایی قهرمان از این قراره که رحیم یا همون امیر جدیدی یک خطاط و یک نقاش مطلقه‌ای هستش که به خاطر که نتونسته بدهیاش رو پرداخت بکنه به زندان میافته. وقتی که 2 روز به مرخصی میاد با اون خانمی که در ارتباط هستش باشه، یعنی تو رابطه هستش باش، بهش میگه که من یک کیفی رو پیدا کردم و توش طلا هستش، سکه طلا هستش، بیا اینا رو بفروشیم و بدهیای تو رو بدیم. رحیم میره اون سکه ها رو نگاه میکنه و پرسجو میکنه، متوجه میشه که این کمتر از مبلغ بدهیش هستش. زنگ میزنه به طلبکارش، میگه که من مثلا 70 تومن بوده طلاها، 70 میلیون رو جور کردم، بیا اینو بهت بدم. اونم میگه که من کل پولو میخوام، کل پولش هم 150 میلیون بوده، میگه من کل پولمو میخوام، 70 تومن رو نمیخوام. و وقتی که اینجوری بهش میگه، رحیمم تصمیمش عوض میشه و میگه که بیا پسش بدیم. خب اول که دختر موافقت نمیکرده ولی بعدش راضی میشه. رحیم میره تمام این سردر مغازه اونجایی که اون کیف پیدا شده میره برگه میچسبونه و شماره تماس میذاره، میگه که یه کیفی پیدا شده و که اون کسی که گم کرده بیاد بگیره کیفش رو. بعد از چند روز صاحب کیف پیدا میشه و میاد کیف رو میگیره از خواهر رحیم. اون شماره‌ای که پخش کرده بوده و رو در دیوار زده بوده شماره خود زندان بوده و نتونسته شماره‌های دیگه مثلا شماره خواهرش و شماره خودش رو بده، چون تو زندان بوده دیگه. به خاطری که شماره زندان رو میده، مسئولین زندان هم متوجه موضوع که رحیم کیفی پیدا کرده و داره پس میده به صاحبش متوجه میشن و اینو سعی میکنن توی تلویزیون و این داستانه بیارنش، توی رسانه ها پخشش کنن. این پخش کردن باعث شد که رحیم لقب قهرمان رو به خودش بگیره، تا جایی که یک سری شایعه ها پیش میاد و رحیم دیگه اون لقب قهرمان رو نمیتونه داشته باشه. نظر خودم راجع به این فیلم بدی نبود، قشنگ داشت، به نظرم داشت ایرانو میگفت که تو یه کیفی پیدا میکنی و میخوای پس بدی، باید وقتی بخوای برای یکی توضیح بدی باید 1000 تا مدرک برای خودت جور کنی که بابا من اینو پس دادم و واقعا این داستان بوده و این داستان ساختگی نبوده. قشنگ داره الان رو میگه و این کسایی که میان یهو شایعه میکنن چیزی که اصلا وجود نداره، اصلا یه چیزی میسازن که آبروی طرف رو ببرن. به نظر من داستانش خوب بود، بد نبود. به عنوان یک فیلم ایرانی فیلم بدی نبود، خوب بود. و اینکه اگر هم دوست داشتین این فیلم رو تماشا کنین و نظراتتون رو بر من کامنت کنین. اگر هم دیدین حتما نظراتتون رو راجع به این فیلم بر من کامنت کنین. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر هم دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.